درود به همه شما بینندگان بسیار عزیز، بسیار ذکی، بسیار هوشمند و به چشمدور و به دل نزدیکی ما. در تهیه و در پیشنهاد گروه ایجادی ما هست این لحظه باز یک برنامه نوبتی واژه‌زار معانی و ما گروه ایجادی تمنا میکنیم که هر کدام شما در آغوش این وطن گلبسر، در آغوش این وطن گاه آفتابی، گاه بارانی، یک زندگی پر از گرمی، یک زندگی پر از نور، یک زندگی ساده، آزاده، بی تشویش و عاری از همه گونه داغ و دردها داشته باشید بسر و نوش جانتان باد، کامتان شیرین باد از میوه های پخته رسیده در همین فصل سال وطن. مهمون هستند در برنامه چون ما با کمال احترام با یک جهان اخلاصمندی دعوت کردیم و سپاس که ایشان نیز پذیرفتند و آمدند. استاد بسیار ارجمندی ما رستمی وهاب و موضوع صحبتی که ما میخوایم در این برنامه مطرح شود برای شما موضوع زبان است و مطمئنیم که به حیث یک نفر وطندار، به حیث یک نفر وارث صادق تمدن همین ملت شما باز خواهید کرد در دل رو به سوی ما تا بتوانید بکشوید اسرار نهفته زبان مادری خویش. استاد ارجمند به برنامه ما خوش آمدید. صدقه محبتتان، صدقه احترامتان و خیلی سپاس که هر بار که دعوت میشوید برای مطرح کردن موضوع از شمار کم شمار اون نفر زیایی هستید که همیشه در دلتان، در مهرتان به سوی تلویزیون فرهنگی سفینه واز است و همیشه وقت پیدا می شود که می آید و اون موضوعی رو که ما نیت داریم که با شما مطرح ساخته باشیم حتما اون موضوع بررسی می شود. برای همین احترام نسبت به افیر تلویزیون سفینه ما از شما اظهار سپاس میکنیم و موضوعی که امروز میخوایم با شما صحبت داشته باشیم و همچنان که به بیننده معرفی کردیم موضوع زبان است و به حیث یک نفر وارث زبان، به حیث یک نفر داننده خوب این علم بگویید که زبان در دهان ای خردمند چیست؟ کلیدی در گنج صاحب هنر. بله. چو در بسته باشد چی داند کسی که گوهر فروش است یا پیله‌ور؟ بله بله، سلامت باشید. استاد عزیز، اعتراف شده است که واقعا هم زمان سامانیان خوشترین، خوبترین دوران طلایی بود برای رشد و گسترش زبان تاجیکی، اما از آن روزگاران تا امروز چه مرحله های گذشت، چقدر عمرهای پشت سر شد و چه دوره های را که این ملت دید و زبان این ملت دید و حتما دوران فئودالی مثلا مناسبت های کپیتالیستی یا اینکه دوران معارف پروری عصر 19 زمانی مثلا شوروی حتما که تاثیر گذاشتند به زبان ناب ما و اکنون ما روزگار به سر داریم در دوران صاحب استقلال. همین دوران بسیار زیبا آیا شرایط فراهم نآورده برای پژوهش خاصه در مورد مرحله های پشت سر شده زبان؟ البته امروز توجهی که به زبان در تاجیکستان می شود و برنامه های عملی که به اجرا گذاشته می شود از سطح بالا تا پایان متاسفانه دیگر کشورهای همزبان ما یا کشورهایی که همزبانان ما در آنجا به سر می برند این فرصت های بسیار گسترده و عملی رو چندان در اختیار ندارند. حتی در کشور همسایه همزبان ما چون افغانستان ما ستیزهایی رو نسبت به زبان جا گاه مشاهده میکنیم و این برنامه ها در حال اجرا هستند. به طور روزافزون دقت و توجه به مسئله های مبرم زبان بیشتر می شود و برنامه ها اجرایی تر می شوند و توجه مردم هم بیشتر به آن جلب می شود. از جمله در یک مدتی نه چندان طولانی تاریخی دومین بار است که باز تقریری نوی، تصحیح نوی از املای زبان تاجیکی طرح آن تهیه شده و به نزدیکی قبول خواهد شد. این خودش از توجه و اعتبار دادن به نیازهای جامعه به مسئله های زبان در
سطح اجرایی بشارت میدهد و توجه مردم هم خیلی زیاد است. شما اگر وارد باشید البته در رسانه‌های گروهی اجتماعی هم مشاهده میکنید که هر جا که موضوع زبان و مشکلات زبان، مسئله های تحول زبان بررسی می شود، اونجا جمع خیلی زیادی با یک حوصله و شوق شرکت میکنند. بله، و از جمله شما؟ البته بنده هم هستم اونجا. و اون مرحله هایی که فرمودید، البته زبان ما در زمان پر افتخار سامانیان تشکل یافت، به اوج کمال قدرت خود برای همان زمان رسید و دستگاه های را با وجود آورد و زمینه را با وجود آورد که برای بیش از 1000 سال دیگر آنها فعال باشند و آنها رعایت شوند، مراعات شوند و ذخیره ها و امکانات این زبان مورد استفاده قرار بگیرد. این البته از یک طرف قضیه هست که این آورده ها و دستاوردهای زبان و ثمره های آن در مثال تألیفات علمی، ادبی، هنری به این کار امکان داد. از طرف دیگر شاهد آن است که مخاطب این زبان در این سرزمین ها کسانی بودند که حامل و صاحب زبان تاجیکی فارسی بودند. در عکس حال گمان است که با این شکوفایی و رونق این زبان باقی میماند. البته این رو هم نباید صرف نظر کرد که مخاطبان و صاحبان اصلی این زبان مقیم این سرزمین ها بودند، نه کسانی دیگری که زبان مادریشان دیگر باشد. استاد عزیز، زبان تاجیکی را زبان علم میتوان گفتن یا نه؟ البته. اگر زبان علم باشد استاد، زبان تاجیکی سابقه علمی یا اینکه بایگانی علمی داشت در گذشته یا نه؟ البته. ما از بزرگترین دانشمندان آن دوران پرشکوه سامانی، از ابوریحان بیرونی، ابو علی ابن سینا پیش از همه، خب ابو نصر فارابی، ابوریحان بیرونی، خوارزمی و دیگر بزرگان علممان آثاری داریم که به زبان مادریشان تألیف کردند در همه بخش‌های دانش‌هایی که معروف و در آن زمان جاری بودند. و در عصرهای بعدی هم این عنعنه، این سنت ادامه پیدا کرد. ما از اصطلاح سازی های ابن سینا که در برابرهای تاجیکی اصطلاحاتی که معمول بودند بیشتر به زبان عربی، اونها رو میدونیم که در کتاب‌هایشان به کار رفته است. معروفترین اصطلاحات، مهمترین اصطلاحات علمی در علم طب، علم ستاره شناسی، علم طبیعیات، علم ریاضیات، خصوصا در بخش ادبیات، البته ادبیات بیشتر. بله سلامت باشد. زبان علمی معاصر استاد از کدام سرچشمه ها میتواند که گسترش یابد؟ البته قبل از همه از سرچشمه‌های خودی، سرچشمه‌های علمی تاریخی. بله، سرچشمه‌های علمی که در عصرهای پیشین با وجود آمدند و وجود دارند به صورت دستخطها یا اینکه انتشارات نو دوباره در اختیار ما قرار دارند و بعد از اون از امکانات داخلی خود زبان، بعد از اون از اصطلاحاتی که در فضای عمومی زبان ما، یعنی زبان عمومی فارسی یا تاجیکی وجود دارد، میتوان چیزهای مناسب و شایسته را گرفت و پیروی کرد. در اصطلاحاتی که البته آنها خیلی نیاز به ترجمه ندارند، این یک محدود است، البته شمارشان نباید که خیلی
زیاد شود به اندازه که بر عنصرهای مبنایی زبان ما خلل وارد کنند. از آنها میتوان استفاده کرد. و زبان علمی در کتاب‌های ما، در تألیفات وطنی ما جای دارد، از سابق جای داشت و این جریان قطع نگردیده است در هیچ وقت، هیچ دورانی. و امروز اکنون روزی زمانی شکوفایی آن باید باشد. زمانی به ثمر رسیدن تمامی دستاوردهای پیشین. پس همین امروز روز شکوفایی زبان، در روز شکوفایی زبان علم چی مشکلات دارد از نگاه شما؟ زبان علم البته در بخش‌های علم‌های دقیق، علم‌های پایه، علم‌های طبیعیات حال و کار هست. یعنی ما نه همه اصطلاحات رو به زبان خودمون در اختیار داریم. ولی طوری که گفتم اگر قسماً از مأخذها و سرچشمه‌های پیشین بتوانیم که چیزهایی را اقتباس کنیم، همچنین امکانات داخلی زبان ما این شرایط را فراهم می‌آورد که برای تمام پدیده‌های نوترین علمی جهانی به زبان خودمان ما پاسخ، یعنی به صورت اصطلاح داشته باشیم. بله. شما اصطلاحات گفتید، همین واژه سازی صحوی که یک کمی مجرا دارد، میتواند خف ایجاد کند به زبان؟ البته اگر غیر دستوری صورت گیرد، با دستور اصلی و سرشتی زبان مخالف باشد، با قاعده های عمومی زبان ما خلاف داشته باشد، یا اینکه اقتباساتی از حد زیادی بی‌مورد صورت بگیرد، در این صورت البته دارد. ولی در صورتی که اگر دستور زبان و قاعده ها و روش زبان آفرینی، کلمه سازی، اصطلاح سازی اگر مراعات شود، رعایت شود، نه تنها خطر ندارد بلکه برای رونق و پیشرفت زبان باز بیشتر مساعدت میکنه. تلفظ چی؟ تلفظ هم میتواند که در روند رشد زبان خلل وارد کند؟ البته تلفظ از خودش نشانه ظاهری دانش ما است از زبان. بله. یک کلمه رو ما در صورت صریح و درست و سالم تلفظ میکنیم که اگر دانش آن رو داشته باشیم. اگر نداشته باشیم، از روی ظاهری آن، از پیروی تخمینی و آن هجاها و حرفهایی که در آن ثبت شده است، ما میتوانیم طور آن را اجرا کنیم، ادا کنیم که با مفهوم آن خلل وارد شود و همین گونه مثل که در آینده قبول گردد. بله. بله. سلامت باشه دوستان عزیز. سوال دیگر در مورد واژه‌های زندانی، واژه‌هایی که مثل که زندانی بودن و در دوران استقلال وارسته شدند. در بیان ما، در نوشتن ما کلمه های تازه احساس می شود علاقه. در مورد همین واژه ها نظر شما؟ واژه های نواژه ها البته گروهی هست که کلمه های تاریخی هستند. در عین حال ما نواژه میگوییم، به نظرمون نو گویا تازه کاربرد می شود، اما اینها همون واژه های قدیمی زندانی شده بودند، مثل تاریخی، فراموش شده یا اینکه محصور مانده، در محدود شده در استفاده هستند که آنها با کار گرفته نشدند چندین مدت. و بعد کلمه هایی که در حقیقت نو ساخته می شوند و اقتضای ضرورت روز، پدیده که تازه هست در روزگار ما وجود نداشت، یا ابزار آلات یا چیزهایی که در متن زندگی ما نبودن با وجود آمدن و به آنها نام گذاشته شد و آنها مورد استفاده قرار گرفتن. دو نوع است، یعنی نوعی که فراموش شده بود، محدود مانده بود، و چیزی که تازه به وجود آمد. و نه همین تازه به وجود آمده ها و نه همون فراموش شده هایی که امروز به خاطر آمد، مثل برد زبان ما شد یا خناوت زبان است.
هر چیز تازه‌ای که در زبان وارد می شود اگر به طبیعت و سرشت آن زبان خلاف نداشته باشد، ضدیت نداشته باشد، اون البته از سرمایه‌های تازه زبان می شود. استاد ما رو چی می باید که غلط نگوییم، غلط ننویسیم؟ البته مطالعه، آگاهی، دانش، مطالعه هرچی بیشتر از متن‌های گوناگون و فهمیده. البته شما امروزها چه احساس میکنید؟ همین غلط نوشتن ها یا غلط بیان کردن ها زیاد به چشم میرسد یا یک کمی رفع شده است وضع زبان از نگاه شما؟ نظر عمومی که در جمع ما امروز بسیار بیان می شود این است که سکته ها و اشتباهات در زبانمان فراوان راه یافته است و در حالت راه یافتن است. این البته یک چشماندازی ظاهری و اجمالی است اگر چنین فکر کنیم، ولی اگر واقعیت رو ما در نظر بگیریم، کسانی که خصوصا در دو دوره فرهنگ و تمدن ما به سر بردن، زیستن و مشاهده کردند و در بخش زبان یا عموما بخش فرهنگی فعال بودند، ناگزیر و به حق اقرار میکنند که زبان تاجیکی امروز خیلی گسترش پیدا کرده است، گسترش و عمق پیدا کرده است. چیزهای زیادی، پدیده‌های خیلی فراوانی که در گذشته در زبان ما با کلمه‌های بیگانه بیان می‌شدند امروز با تعبیرها و کلمه‌های تاجیکی بیان می‌شوند. صحبت مردم هم نسبتاً روان و آزاد شده است. مثلا ما پیشتر هم یادآور شدیم که در مصاحبه‌ها، خصوصاً مصاحبه‌هایی که در سر دستگاه کار انجام می شود، در صحراها، در میدانها با مردم عادی صحبت می شود، امروز خیلی روانتر و رواتر است در برنامه های ما که در گذشته ما اینها رو به این روانی و به این فراخی و به این گوناگونی تنوع مشاهده نمی کردیم. از یک طرف رسمیت شدیدی اون برنامه ها بود که البته یک جهت خوبی آنها هم است. از طرف دیگر اون محدودیتی ذخیره روا، ما دو تعبیر رو استفاده کردیم، روان و روا. روا و روان، بله. یکی عبارت از 4 حرف، دیگر عبارت از 5 حرف. روا به این معنی که اون ذخیره های واژگانی که استفاده آنها اجازت بود و روان همون روانی زبان که در حدیث هم آمده است. تشکر. روانی زبان سرمایه است، یعنی سخن راندن آزاد، سخن راندن بی‌مانعه که این البته جنبه روانشناسی هم دارد. بله. روانشناختی هم دارد، یعنی این صحبت نسبتاً آزاد و روان از طرف مردم از احساسی همین صاحب زبانی سر میزند. یعنی او احساس میکند که او اجازت دارد و حق دارد که با زبان مادری خودش صحبت کند. بله. اول کلمه ها رو شمرده با هراس، با یک نگرانی صحبت میکردن و یعنی این از ناآگاهی بود. این از همون هراسی که اطلاع نداشتن که اون زبانی که ما با اون گفتگو میکنیم رسمیت دارد یا نه. بله. در رسانه های گروهی قابل قبول هست یا نیست. بله. امروز این مانعه روانشناسی، پسیکولوژی تا حد زیادی از میان برداشته شده است. بله. حتی در مکتب ها بچه ها وقتی که حتی بچه هایی که درس رو ماهیتاً میدونستند، سواد داشتن، درس رو آماده بودند
وقتی که به پیش لوحه صنف می آمدند و باید درس رو جواب می دادند، گزارش می کردند، اونها خیلی در می موندند. خیلی وقت وقتی که جستجو می کردید می فهمیدید، در می افتید که اونها موضوع رو می دونند، ولی از اون انا همون گره روانشناختی، عقده پسیکولوژی، گره پسیکولوژی در تفکر آنها موجود است که آیا آنها می توانند با این زبانی که گفتگو می کنند اون موضوع رو گزارش کنند. در بیان در می موندن مثل. بله. امروز یعنی همین عمومی کردن، مردمی کردن زبان، نه به این معنا که هر چیزی که به هر طرزی که در زبان مردم در روزگار عادی مردم جاری است، بلکه به صورت تطبیق و نزدیکی با زبان ادبی امروز در زبان مطبوعات و رسانه‌های گروهی ما خیلی وقتها در مثال خیلی برنامه‌های خوب راه یافته است و ما صحبت آزادی مردم را در این برنامه‌ها مشاهده می‌کنیم. صحبت بدون عقده، بدون هراس، با یک اعتماد به آن چیزی که او میگوید و بیان میکند، این رو احساس میکنیم و ذخیره‌های زبان زنده ما خیلی فراوان هستند. شیوه ها در همین ذخیره ها داخل میشوند یا نه؟ البته یکی از منبع‌های اصلی همین است که مثلا تأکیدی استاد عینی هم روی همین بود. البته بعضی پدیده‌هایی هست که این موضوع رو در ابتدایش، در اصلش یک نوع تیره میکند، خصوصا کاربرد دغل، کاربرد واژه‌های ناشایسته و نامناسب یا تلفظ نامناسب از کلمه ها، واژه‌های ذخیره‌های مردمی ما هستند. روی این موضوع واقعا آشکار و روشن و یک بسیار مهم سایه می اندازد، ولی اصل ماهیت مسئله سالم است، درست است که زبان زنده مردم ما یکی از منبع‌های بسیار غنی زبان ما هست که سرچشمه‌های آن هنوز فیاض هستند، هنوز ذخیره‌های فراوانی دارند و از آنها باید که استفاده کرد و خالیگاه‌هایی را که در زبان ما هنوز وجود دارد و حتی پدیده‌هایی هست که در یگان صورت در هیچ صورت دیگری به بیان نآمدند، نمیشوند، آنها رو باید فعال کرد. بسیاری از این ذخیره‌ها، از این کلمه‌ها، تعبیرها در زبان ادبیات کلاسیکی ما وجود دارند. و همین گونه حاضر یک سوال هم خواستیم پیش بگذاریم استاد که نگاه شما مثلا به همین جایگاه زبان در نثر و در نظم ادبیات کلاسیک و قیاس آنها به ادبیات معاصر، همین گونه سوال هم در ذهن ما بود. بله، مثلا برای چی شاهنامه محبوبیت مردمی دارد یا مثنوی معنوی محبوبیت مردمی دارد؟ حتی خانواده‌هایی هست که این کتاب‌ها رو در همون محیط خودشون در دهه‌های دوردست ما میخوانند. بله. یا غزل‌های حافظ، سعدی. بله. و اهل بیت در یک جایگی. بله، یا که نثری روایتی ما، کتاب‌های نثری روایتی ما همیشه در میان مردم فعال بودند، مصاحبانی و همصحبتانی همیشگی آنها بودند و با آنها انس و الفت داشتند مردم همیشه. این خودش گواه برجسته آن است که زبان اینها برای این مردم خیلی مفهوم است، خیلی دسترس است، آشنا است. در عکس حال این چیز ادامه پیدا نمی‌کرد. آنها نیاز داشتند به کسی که برایشان آنها رو خوانده، ترجمه کند، تفسیر کند. آنگونه که در بسیاری از پهنه‌های گسترش زبان همین ادبیات بسیاری از این متن‌ها به تفسیر و ترجمه، بعضی کلمه‌ها به شرح نیاز دارند. در ما کمتر، چون که در زبان زنده مردم، در روزگار مردم جاری هستند. بله. وقتی که شما مثنوی معنوی رو میخونید تصور میکنید که یک پیرمردی
کوهستانی دهاتی ما با شما صحبت میکنند. البته با فضیلت، ناآگاه نه، با یک زبان بسیار تاجیکی، بسیار زنده، بسیار امروزی یا شاهنامه فردوسی همچنین. این پیوندی ناگسسته مردم در طول صدها سال با این متن‌های کلاسیکی برجسته ترین و گویاترین شاهدی یگانه بودن زبان مردم ما با زبان این ادبیات است، این منبع ها است. بله، سلامت باشد استاد عزیز. میگویند که زیهویی مثل نور است، بایستی که مثل نور باشد و دور را ببیند و زیهویی تفکر زنده جامعه رو به دست دارد و خیلی خوشحالیم، سعادتمندیم که امروز یک نفر زیهویی هم صحبت ماست استاد در شخص شما. از گذشته زبان گفتیم، شما آینده زبان رو چگونه میبینید یا چگونه دیدن میخواهید؟ و سوال آخران، انا همین احساس افتخار کردن با زبان رو در قلب فرزند خیش چگونه پرورش بدهیم؟ با کدام راه ها؟ با چی رنگ؟ با چی هنگ؟ البته این کارها رو باید که بر روی جنبه عملی اینها باید اندیشید. آینده این زبان عموما آینده ما است. بله. اگر ما آینده درخشانی داشته باشیم، آینده این زبان درخشان است. هویت ما، هستی ما با این زبان یکی است، جدا نشونده است. وقتی که ما این زبان رو از پیکره عمومی ملت یا هویت ملی جدا تصور کنیم، این اشتباه عظیمی می شود، چون که مهمترین و شاید نخستین عنصر هویت ملی ما و هستی ما به عنوان یک ملت مستقل پیش از همه همین زبان ما بود و باید باشد. بله. ما اونگونه که ناگزیر هست در سبقت حضور در میدان هستی جهان امروز خود را رشد بدهیم، پیش برویم در بخش‌های علم و فن، فرهنگ، صنعت، هنر، در همه بخش‌هایی که در روزگار ما حضور دارند. چون ناچار هستیم و وادار هستیم که پیش رویم و ترقی کنیم، پس همزمان ما ناچار و ناگزیر هستیم که زبان خود را رشد بدهیم. اگر زبان خود را رشد ندهیم، اونگاه ما اون هستی ما به صورت دیگر اگر رشد کند، دیگرگون شود، تحول یابد و به چیز دیگری تبدیل شود، اونگاه دیگر ما نیستیم. بله. اون کس دیگر است. بله. یعنی به خاطر ترقی اگر ما از ما بودنمون صرف نظر کنیم، این یک نوع خودقربانی است. ولی با حفظ این عنصر مقدس هویت و هستی اگر ترقی کنیم، این ترقی سالم و پیشرفت سالم هست و برد ماست، بقای هستی است. آخر بعضا میگویند، بعضی ها اینجا و اونجا ابراز میکنند که ما بسیار پایبندی مسائل زبان نباشیم و تکنولوژی های نو رو، دستاوردهای نو جهانی رو با آن نام و عنوان و آن ادبیاتی که به ما وارد میشوند عامل شویم و از آنها استفاده کنیم. البته این حکمی هست که هیچ کس در دنیا، هیچ ملت آن را عملاً در تجربه ملی خود قبول نکرده است. اگر ملت قبول کرده باشد، اون ملت دیگر شده است. یعنی اگر ملت از برای پیشرفت و برای قبول دستاوردها و تکنولوژی ها یا فرهنگ نوین و فرهنگ جدید و حتی اعتقادات جدید و نو اگر از زبان خود صرف نظر کرده باشد، اون دیگر از همون مرحله که صرف نظر کرده است، هستی او دیگر شده است. دیگر یا پیشرفته یا وامانده، هر چیزی که باشد، او دیگر او نبوده است، او چیزی دیگر شده است. بله، بله. و
امروز اون سیل اطلاعاتی که نوی که به زندگی ما وارد می شود و ما ناچار هستیم، برایمون لازم است و واجب هم هست که اون رو از خود بکنیم، بپذیریم و در زندگی خود روزمره به کار ببریم. اونقدر فراوان است که اگر ما به این اصل کار کنیم که هر چیز تازه‌ای که می آید با همون زبانی که وارد می شود اون رو بگیریم و با اون عمل کنیم و از جستجوی تطبیق اون با زبان خودمون صرف نظر کنیم و وقت رو و حوصله رو ذخیره کنیم برای این کار، از زبان ما در یک مدت کوتاه کمتر چیزی باقی میمونه. بله. چون که هر روز این پدیده ها به از شمار انگشتان ما زیاد هستند که وارد میشوند در فرهنگ ما، در روزگار ما. در یک ماه شاید صدها پدیده وارد می شود و اگر اون با ادبیات غیر تاجیکی و بیان غیر تاجیکی قبول شود، اونگاه کمتر چیزی در اختیار ما از این زبان باقی میموند. ما در وقت توضیح و شرح این موضوع مثلا پیشتر هم اشاره شده بود که حتی در دوران شوروی که ما به عنوان به طور کامل به عنوان یک ملت مستقل و کشور مستقلی کامل در عرصه جهانی حضور نداشتیم و یک قطعه یک دولت بزرگ بودیم، در همون دوره هم روشنفکران ما، عالمان ما، دانشمندان ما کوشش کردند که تا حدی که میسر هست اصطلاحاتی که در ادبیات ما وارد می شود، در حیات زندگی ما وارد می شود، اون رو با زبان مادری خودمون بیان کنند. بله، زبان رو حفظ بنمایند. زبان رو حفظ کردن. بله. و باری هم گفتیم که حتی پیشرفته ترین تکنولوژی زمان که مثلا کیهان نوردی بود، نه با همون اصطلاح روسی بلکه به اصطلاح تاجیکی با جزئیاتش و فرهنگ و ادبیات ما وارد شد که حتی دو اصطلاح با وجود آمد. یکیش که در ادبیات بیشتر استفاده شده است و کتابچه هم هست با نام احمد فلک پیما، فلک پیما. بله. و دیگری کیهان نورد. بله. و خود کیهان، کشتی کیهانی و تمام چیزهای دیگر، تمام تکنولوژی های پیشرفته دیگر هم تا حد امکان در زبان ما ترجمه شدند. در مکتب های دورترین دهه های ما درس های دقیق ترین رو از جمله کیمیا، خیمیا، طبیعیات، فیزیکا، ریاضیات، متماتیکا، بله. گیومتری، هندسه، اینها رو ما به زبان تاجیکی میخوندیم. شما یاد دارید؟ معلم به شما به زبان تاجیکی درس میداد یا روسی؟ نه، تاجیکی. تاجیکی درس میداد و خیلی از اون اصطلاحات تاجیکی بودن. تقریبا همه اصطلاحات ریاضی، متماتیکا که دقیق ترین مادر علمای دقیق است، در مکتب های میانه دهه های ما به زبان تاجیکی بیان میشد. از همون 4 عمل حساب، 4 عمل عادی حساب سر کرده، جمع و ضرب و تقسیم و طرح و بله. اینا تاجیکی بودن، اینا روسی نشده بودن یا با زبان دیگر بیان نمیشدن. اکنون از این مرحله اونهایی که مثلا یک زمینه انتقالی استقلال ما را تا جای فراهم کردن در صورت جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان با اون جانیساری ها، با اون زحمت های شبانه روزی خود مهیا کردن. از این طبق اون ادعاهای بعضی رفیقان صرف نظر کنیم و اون رو صرف نظر کنیم و یعنی به همون اندازه هم ما در این مرحله نو که ما به خودشناسی کامل رسیده ایم، به استقلال کامل رسیده ایم، از اون دستاوردهای اون دوره هم صرف نظر کنیم. حقوقی نداریم اصلا. بله. ما باید اونها رو 10 برابر 100 برابر رشد دهیم. اون چیزی رو که در اون دوره فرصتی ترجمه کردن و تاجیکی کردنش
نبود امروز واجب است بر ما که البته این یک بهانه تنبلی هم است، نبود ولی یک ایشان بهانه کاهلی کوشیدن. هم است، بله یک بهانه است. چیزی بیگانه رو گرفته هم خیلی به همون طرز استفاده کردن آسانترین راه است، آسانترین کار است، ولی اون رو به زبان خود آوردن، تطبیق کردن. این ننگ این است، زحمت میخواهد این ننگ است استاد، این ولی ناموس و است. کار ماندگار است. بله برای آینده ها بله زمینه حفظ هویت واقعی ملی آنها رو ما فراهم میسازیم. این ملت سازی است. بله بله این وطن سازی است. بله سلامت باشید استاد عزیز، زنده باش. برکت در کسب و کارتان استاد، در سلامت. زندگیتان، در ایجادهای بعدی، در کوشش ها، در تلاش ها، در طلب و پرخاش ها، در پژوهش های بعدی که ما مطمئنیم که به عمل خواهند آمد، به دست خواننده خواهند رسید، چون این وطن همین گونه فضا رو برای هر یک وطندار فراهم آورده. البته ما این چیزهایی که میگوییم، این ادعاهایی رو که به صورت آرمانی و آرزوی کارهای آینده ابراز میکنیم، بله این با امیدی اون تلاش های پیوسته و مؤثری هست که امروز همه صاحب زبانان ما به این کار مشغولن. بله. خوشبختانه بله. من که گفتم بله بله مردم و خود متخصصان همیشه اظهار شوق میکنن، اظهار آمادگی دارن که در همه بخش های رشد زبان سهمی داشته باشند، همه چیز رو تاجیکی کنند، همه چیز رو مناسب، همه چیزی رو که ضرور است به زبان فصیح و روان تاجیکی بیان کنند. ولی این نظرهای مخالف، این نظرهایی که مخالف هستند، اینها یک حصه کمتری رو تشکیل میدن. ولی بله بچهش میکنم نبایدی. نه بعضا خطری هم پیش آمدهش ممکن که این نظریه ها مثلا ذهن بیشتری جامعه رو فرا گیرند. بله از اینها باید پاسخشان سر وقت داده شود. بله 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 سلامت باشید دوستان، حوالتان بود. این وطن، در آغوش این وطن زندگی کردن، از خوشی‌های این وطن بهره برداشتن و در آغوش همین وطن غم زبانی همین ملت همین وطن را خوردن. سلامت باشید. و برنامه بار دیگر خوش آمدید. بینندگان بسیار گرامی، در برنامه نوبتی واژه‌زاری معانی در موضوع زبان خیلی گمان میکنیم که مفصل، ساده، عاشقانه، تاجیکانه صحبت داشتیم همراه استاد رستم وهاب. اینک پیشنهاد از ما، دیگر قبول خاطر از شما. سعادت دارین نصیب ما و شما تا دیدارهای بعدی.